آیا رضا را میشناسید؟ کسی که موتر افغانستان را ساخت. ما امروز میخواهیم بریم ببینیم که درآمد رضا از کانال یوتیوبش در یک ماه چقدر است و در آخر از زبان خودش هم میشنویم که در یک ماه چقدر از یوتیوب پول گرفت. راستی برین کانال تلگرام مرا مشترک شوین تا این که عضویت کانال تلگرام ما به 600 نفر یا 500 نفر برسه. وقتی به 600 نفر 500 نفر رسید ما توانایی ای را داریم که به یوتیوبرهای تازه کار کمک کنیم و به همدیگه کمک کنیم تا زودتر رشد کنیم. فعلا 70 تا مشترک داره کانال تلگرام ما برایتان نشان میدم. از اینجا برین وارد تلگرام شید. وقت وارد کانال ما شدین روی بیشتر بزنین، اینجا نوشته است کانال تلگرام، روی همون لینکش بزنین وارد کانال تلگرام ما میشه. خب بریم از اینجا خارج شویم، بریم کانال رضا را سرچ بزنیم یا نوشته بکنیم موتر افغانستان. من قبلا نوشته کرده بودم موتر افغانستان. اینجا نوشته است یک کانال به نام انتاب، روی همو بزنین. همین کانال رسمی خود رضا هست. خب روی 3 نقطه بزنین، همرسانی را بزنین. کپی کردن پیوند که زدین دیگه شما از یوتیوب خارج. برنامه به نام ویو استاد را شما باید نصب بکنین. اگر این نصب ندارین ما در داخل کانال تلگرام خود میمونین، برین از اونجا نصب بکنین. وارد این برنامه که شدید کمی صبر کنین تا باز شود. خب در این بالای در قسمت جستجو بزنین. در این قسمت سرچ همون لینک را که کپی گرفتین پیست بکنین. وقتی پیست کردین خودش کانال برای شما پیدا میکنه. خب ترک چینل را بزنین، کمی صبر کنین. ویریفای را بزنین، ویو چینل را بزنین. خب در 28 روز اخیر 90,000 بازدید گرفته ویدیوهایش. تمامی ویدیوهایش 90,000 بازدید گرفته. بریم روی مکسیموم بزنیم. خب در یک ماه اخیر از 461 دلار این میگیره تا 2000 دلار از کانال یوتیوب و این هم به زبان خودش که میگم من در یک ماه قدر پول گرفتم از یوتیوب. این درآمد ماه گذشته من بوده از کانال یوتیوب 1124 دلار آمریکایی. بچه ها برای حمایت از من این ویدیو را لایک کنید و کانال را هم سابسکرایب کنید.